آقا جان سلام. و علیکم. بچم خوب هستی؟ شکر قربان تو. قراره خوب هستین؟ برای همین جوانا یک چی نصیحت داری؟ جوانیان نصیحت میکنم، میگم ما فهمیدی اینمی رقم فهمیدی در سن 70 ساله 60 ساله کراچی رو کش میکنم. شما برین یک علم و دانش یک درس بخونین فهمیدید یک جای برسین. ما که یک حرکت و قوت داشتیم که میره یک کش میکنیم، شما امیره عمل کش هم نمیتونه اگه جوان هم هستین. برین شما یک کسب یک درس یک مزایم یک چیزی بلد شین. ما که یک حرکت شما داشتیم فهمیدین پیر پودا شدیم فهمیدید دیگه طبقه دیگه کش کنیم. شما برین سای پشت یک کس ما رو نان بتین فهمیدید. بیشک. بچه شما ما رو نان بتین طبقه ما کش کنیم. من سنی 70 ساله 80 ساله و کزور من نمیکشه کدام در جای میافتیم باز. بله با شما چی میگن فهمید از این باره فهمیدید؟ بیشک کوکو جان. برای وقتی که کدی بچه‌هایت میشینی یگان وقت کدی بچه‌هایت دور دسترخوان میشینی چی میگی برایشان؟ نصیحتی که در مورد زندگیشون باشه چی است؟ در نصیحت زندگیشون فهمیدی چی می نکشین فهمید سیکرت نسوار فهمید چیزای امیت چرزمازی طرف فهمید نشین که مردم هم میخنده برای ما هم چی است. شما فهمید اله گشتی نکنین صاحب فهمید مجا اله گشتی برین پشت کارو کس بیتون اگه ما در این حالت فهمید شما برین یک چرس چلیم بزنین که مردم هم میخنده ملامت خدا و رسول میشین.